دوران استقلالیت راه امروز آینده ملت و پیشرفت من بعده کشور عزیزمون را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی معین نمود. مردم شرفمند ناحیه 5 با درک و معنی این نعمت بزرگ با استفاده از تمام امکانیت ها تلاش دارند تا سالگرد 35 استقلال دولتی را با دستاوردهای ارزنده مهنتی استقبال نمایند. در بخش‌های خودگی خلق ناحیه تا این سنه تاریخی 232 انشاءات به نقشه گرفته شده، از آن 174 عددش پر ساخته مورد بهره برداری عموم قرار گرفته‌اند. در نتیجه 10 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین شدند که این از هدف‌های اصلی حکومت مملکتمان به حساب می‌رود. چنانچه مشاهده می‌گردد تدبیرهای آبادانی در تمام ساحه‌ها از جمله بنیاد صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای 10 نفر خواننده، بنگاه و مرکزهای سلامتی، مرکزهای سودا و دیگر انفراساختار ضروری مرام تازه کسب نموده است. از یک سو بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های ساحه‌های معارف و تندرستی مرحله به مرحله وسعت یافته ایستاده باشد، از سوی دیگر منفرش‌کنی راه‌های اهمیت محلی و ناحیوی داشته با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بیشک باعث خرسندی و جلب ساکنان به چنین تشبس‌های سازنده گردیده است. در دهه پختکار جماعت دهات کبود سیف‌الدین ناحیه منفرشگردانی نزدیک به 1 کیلومتر راه که از طرف مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه صورت گرفت، منشأ از اقدام و تشبس‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌گیرد. چنانچه مسئولین ساحه ابراز می‌دارند دوام سال 10 کیلومتر راه‌های حدود ناحیه تعمیر و یک چند کیلومتر دیگر سنفرش و منفرش گردانیده شده است. تا آخر سال 2025 در جماعت دهات نمونه ناحیه نیز منفرش گردانی 1 کیلومتر راه دیگر در نظر است. ناحیه 5 که در دوران صاحب استقلالی سیمای خود را به کلی دیگر نموده است، با دستگیری های حکومت مملکت و مقامات اجرایی حکومت دولتی جهت آباد و زیبا و گسترش بخش های خودگی خلق از تمام سرچشمه ها استفاده نموده تا 35 سالگی استقلالیت دولتی را در سطح بلند سیاسی و فرهنگی استقبال نمایند.